مشتری بهم پیام داد و گفت دارم میرم دبی و میخوام موهام رو برام ببافی. از اونجایی که عصر پرواز داشت مجبور شدیم ساعت 7 صبح هم قرار بذاریم و همونطور که میبینید هم خودش و هم هاپوش خواباله بود و دیگه روی صندلی نتونستم بشینن و آخر سر گفتم دراز بکشید. اینجا مشتری گفت سردم و براش لحاف آوردم و این هاپویی که میبینید اینقدر معصومانه داره نگاهتون میکنه چند بار احساس خطر کرد و به سمت دستم حمله کرد و میخواست دستم رو گاز بگیره. وقتی مشتری دراز میکشه کارم خیلی کندتر پیش میره، ولی از اونجایی که من خودم آدم خوابالیم دوست نداشتم مشتریم بیخوابی بکشه. این وسط یه صحنه دیدم که خواستم به شما هم نشونش بدم. آخه ببینید چقدر قشنگ خوابیده. اینجا هم کارمون تموم شده بود و من داشتم استایل مورد علاقه نسیم رو براش میزدم که گوجه واقعا به چهرش میاد. اینم از ظرافت کار. هم به موهاش قد دادیم هم جلوی سرش رو بافتیم که توی سفر دیگه دغدغه استایل موهاش رو نداشته باشه. شما به من بگید آرایشگری شما هم همینطورین یا من فقط به ساز مشتریام میرقصم؟